سرده من کرد. سرده با کجا میبری؟ جایی رفتن ندارم، به من کمک میرسانی. راه کرد. خیلی خوب. چه خیلی که میگویند سعید خودش بدا میآید. بیا کنی. کنید ها را ده. چی میگویی؟ و تو گفتم کنید ماشین را ده. سرده میگویم. نکن. سرده زن رو. دفشاست. چیکار میکنی؟ سرده او رو. با ماشین شین لعنتی. ماشین را روشن کن. شین. ایستر. دخترم در ماشین ماند. زودتر رای کن. دخترم. ایستر. دخترم. چی شد خانم؟ ماشینم را دزدیدن. دخترم در ماشین ماند. تستر. در مبین راه است نمیبینی؟ همه جا پر از ماشین است. اینش باز از کجا پیدا شد؟ خوب گروگان هم داری. تستر. تو اما که تو رو نزدی پدرت میبرد. چی شد امک یعقوب؟ کی یوسف رو برد؟ باران بود چی بود؟ نجه بیشترم یگان حادثه نشده. یوسف رو پیدا کن. غم خورید، پیدا میکنیم. حاضر امکانیت پلیس خیلی خوب شده است. و کجایی که میروند رفتن گیرند مییابیم. پدر آنها به کدام طرف رفتن نمیدانید؟ به کجا رفتن؟ به نزدیک رفتن نمیدانم. کشته برد یوسف را. دارم گفتم لیکن احوالم را میبینید. پدر بیا، فشارت باز بلند شده است. امک یعقوب آرام شوید. بیا شیرین انا اینجا شین. حاضر به همه گروه ها خبر میرسانم. یوسف رو به هیچ جا برده نمیتوانند. این یعقوب پیر تنها یوسف دارد. مرا به او نگذارید. التماس. وعده میدهیم که او را پیدا کرده نزدتان میاریم. میرویم سردارم. پدر غم نخورید. یوسف رو مییابند. بهترش همین داروها رو خورید. حاضر. انا این رو گیرید. سلام، میبخشید کمی پیش یک حادثه دزدی شد در نزد خانه بچگان عمرانیه. رقم ماشین 34-195-49. یکی از دوستان نامش باران بود. نام یکی از آنها باران بوده است. اگر این یگان کمک رسانه در ماشین باز کودک بوده است. مادرش در اینجا خواتیر است. تشکر. حاضر میابند خانم، غم نخورید. دخترم التماس با یگان گپ نشود. با دقتی همه گروه ها اعضای تشکیلات مخفی جنایتکاری تورنباز بیگ با لقب باران را بار آخر در فرمه از پروری عمرلی دیدند. گروه های در نزدیکی بوده با دقت باشید. و کجا رفته باشند؟ میترسم فشاری امک یعقوب بلند میشود. سردارم ممکن است یک چیز پرسم؟ و آدم کی است؟ از نزدیکان شماست؟ قصه اش دراز است. تستر حیکن خری لنگ بر این نران. اگر تیز رونم پلیس ها ما رو میفهمند. وای من آن را دزدیدم. غلاف را تیار کن. همین خیل من پالیس مالیس را گاز را زر کن. انا ماشینه که رقمش رو گفتم. بچه ها از قفایش میرویم. زود شینید. ماشین با رقم 34-195-49 کمی پیش در کوچه خط بویو دیده شد. از پیش هستیم. انیق شد سردارم، یافتیم. بله از پیش هستیم. تمام. خیریت دور نرفتم. سردارم زود از پیشان میشویم. من این وظیفه را برای همین دوست میدارم سردارم. تو چیا میگویی گید؟ خونم در جوش سردارم، خونم.
باور کنید سردارم، من شراب نمی نوشم، قمار هم بازی نمی کنم، سیگار رو هم به دهان نمی گیرم، اما طبیعتم چنین است که اگر جنایتکار را ببینم خونم به جوش می آید، ناحقی را شنوم، آرام ایستاده نمی توانم. چیکار کنم سردارم؟ خصلتی من همین طور است، خصلتم سردارم. خدایا باز جاغش گشاده شد، بسته نمی شود. ناهمها از پای من شدیم، تیار شد. آنها ماهیچه هم نیستند. آنها دلفینان. چیزی که نباشد بسیار میدانی. پیشت را نگاه کن. تستر گارد نمیبینی تعقیب دارم. تکرار میکنم با کناری راه میبینی. زودتر های کن. لعنتی ها از کجا پیدا شدن؟ های کن. گارد باران تسلیم شو. با دقت باش، نپران، در ماشین کودک است. ایست باران، در جایت ایست. شکر. تو چخیل هستی؟ خوبم اکا نجم، لیکن خیلی ترسیدم. صد شکر. پدر لعنت، تیر هم تمام شد. زود باشید. گوشت‌ها را به قوطی‌ها جای کنید. زودتر. چی ایستادید؟ حرکت کنید. جمله زودتر. اما که دلاور، مادرم در کجاست؟ خانه در آنجا. دادا، ماتین؟ پسرم تو در اینجا چیکار میکنی؟ تو رو بینم گفتم چند سال شد که خودت رو عذاب داده، تو حال کار میکنی. تو رو به این احوال دیده دلم میسوزد پدر. کار کردن مگر عیب است؟ اگر کار نکنم مادر بیمارت رو کی نگاه میکند؟ تو رو کی میخواند؟ میخواهم کی خواندن رو پرتوفتر کار کنم. هیچگاه. تو البته میخوانی، مثل برادر بیعقل شدنی مگر. من علاج کرده تو رو میخوانم. میخوانونی او هنوز خرج دانشگاه رو ندادیم. امروز اگر نسپاریم مرا پیش میکنم. نمیدونم چیکار کنم.
معاش نیمه رو در بین 2 ماه نمیدهند. رویم نمی شود که از کسی قرض گیرم. اوه متین، خوش آمدی. متاسفانه خوش نیستم امک. چی شد؟ پولی دانشگاه رو نسپاریدم. پیش میکنم. زود پول یافتنم در کار. خرجش چقدر بوده است؟ 450 لیره. اوه 450 گفتی؟ با خدا که میشد میدادم، لیکن حالم رو میبینی. بیا ماهر بیا. اینها را بینید. این جانورهای بیگناه را بینید. در این دنیای تنگ بیخبر مرده می روند. کلان شوند عوض نمی شوند. اینها یک خیل می مانند دیگر نمی شوند. علف بر این آمده می روند. برای خبردار کردن آنها شاید کسی لازم باشد. اینها تا بویش را نفهمند دنیایشان دیگر نمی شود. اینها را خونهایشان ویران است. بالا را نگاه کرده می ایستند. بگذار باشد. به موضوع خودمان برمیگردیم. اول اولش بعد باران. به دست افتیدن تشکیلات قوتش را گم میکند. پیشتر کسی جرأت نمیکرد که از پس آدمهای ما شود. ما را دیگر نمیبینند. اکنون وقتی خود را نشان دادن بعضی ها رسیده است. برای این یگان نقشه دارید؟ رکلام را خوب و بدش نمیشود میگویند. کمتر به رکلام احتیاج داریم. مشتری های نو را جلب کردنمان لازم. آخر این لباس پلیس ها است. بله، لباس های آن آدمانی که قدرشان را نمیدانند. چی کار باید کنم؟ قدرشان را میآموزانی. زیبید موی سر و موی لبت را گیری باب می شود. با خدا چیکار کنیم نمیدانم متین. پولی کم هم نیست. های و شما برای کارتان پول میدهیم. لق نکنید. روید از پای کارتان روید. مایلش این قدر آدمی میجیک بوده است. خدا نگاه داره. خوب است بعد از کار داریم پسرم. از نانمون محروم نمونیم. با من اجازت. دانشگاه رفته از دکانت یک چند روز رخصت میگیرم. مایلش خدا نگاه دارد. نمیدونم چی کار کنم. دیگر لباس ندارید آقای کبوتر. این به طبیعت هم نمیفورد. دینداری تندرو شدی. انقلاب چی شدی؟ وقتش بود که از طرف راست ها بودی. این مراتب پلیس میشوی و مثل هر وقته پولی کلان میگیری. بگذار گفته شما شود. پلیس خود را پاسبان این دولت می حسابد. ما با آنها این وظیفه را نداده ایم. رو به دانشگاه رفته تیاری بین. خوب شده است آقای کبوتر. رفتیم. دخترکم عزیزکم دخترکی یگانم خدا را شکر تشکر به شما. ما فقط وظیفه ما اجرا میکنیم. آنها رو دستگیر کردید؟ کمی مانده بود که دستگیر کنیم لیکن جوره امان از عهده وظیفه‌اش نبرآمد. تا این اندازه حمله سر دارم. کمتر مشکلی پرخوری دارد. بعد بیانات را دادن میتوانید روید.
ماشینتان رو بچه ها میارن. تشکر. خدا از شما راضی باشد. خدا نگاه دارد. رفته میگید چکمت رو بچه میکنی؟ چه خیل شکم سردارم. خدا قامت ترکانه؟ بله قامت ترکانه. بابا؟ بابا؟ یوسف بابا جون. یوسف جان یوسف جان سردارم من این پیرمرد رو خیلی دوست داشتم. نمیدانم چرا. به خدا میخواهم رفته با آغوش گیرم. پس چرا ایستاده ای؟ بیرا با آغوش بگیر. این نمکی که میبینی هرچند که چشمانش نابینا باشند هم لیکن دلش بیناست. اگر در هر کسی کم و بیش آدمگری مانده باشد حتما او را با آغوش میگیرد. این کاری ثواب میبود. خیلی کاری ثواب میبود. یعنی واقعا هم چشمانش نمیبیند سردارم؟ نابینا است؟ آیا هرچی چشم بیند قلب میپذیرد؟ حیات همین است، ولی بعضی ها قدرش را نمیدانند. مثل نابینا بعضی ها نه چشمشان میبیند و نه دلشان. در این دنیا که کور است و که بینا فهمیده نمیشود. یکی چشم دنیا بین دارد و دیگری چشم حقیقت بین. خدا به هیچ کسی این غم را ندهد. این را طاقت کردن بسیار مشکل است. دنیای نابینا دیگر است. همه جا رو میبیند و خودش رو نمیبیند. آفرین یوسف. کسی که خود را نبیند خدا را نمیبیند. هر که خود را فراموش کرد در آن دنیا خدا او را فراموش میکند. سردارم نگاه کنید، از چهرهش نور میبارد. نور. ما هم یک سبق خورد گرفتیم. خیریت در یک کار سبق میاموخته ای. این نمک یعقوب اگر میدانستی چقدر سختی ها را اثر گذرانده است. اما که یعقوب با اجازتتان با یوسف یک دو سوال دیم. البته البته. رفتیم یوسف. کو یوسف بیا. رفیقان، برای انقلاب وقتی شروع کردن مبارزه رسیده است. برای مبارزه رفیقان نو به نو یافتنمان لازم می آید. شما به این چی میگویید رفیقان؟ با همه دانشجویان یک به یک صحبت کردن در کار. اعلان ها آویزان کردن در کار. خوب، از کلانترش سر میکنیم. یک تظاهرات باید کرد. یک همایشی که همه امان را همه دانند که ما کی هستیم. جوانانی که مشکلات دارند ما را کافته یابند. یک جوان است با نام متین. برای قرضدار بودنش رو پیش میکنند. برای تظاهرات بهانه خوب میشود. عالی جناب، متین را به من گذارید. شما زود با دیگر دانشجویان گپ زنید. التماس باز یک دو روز دیگر وقت دید پول رو میسپارم. ما هیچ کار کردن نمیتوانیم. قرار رو ریاست میبرارد. حساب بانکی محکم شود کار تمام میشود. چند سال باز وقت صرف کردم. برای 3 تنگه خواندنم بیهوده میرود. با من حیفتون نمیآید. میسپارم آخر. از دستم هیچ چیز نمیآید. پول را نسپاری مجبور میشوی حجت‌هایت را پس گیری. بهترش رفته از بانک قرض گیر. گفتن آسان کی کفیل میشود؟ در چنین دانشگاه با چنین انتظام. مایلش برای تو توپگاه اجازت ببخش دیگر از دستم هیچ چیز نمیآید. مایلش وعده میدیم که توپگاه البته حل میکنم. اوه متین برادر، بیا کمتر گپ زنیم کنی. با من چیکار داری؟ تو اول بیا جوره. یک لحظه خود را گم کرده بودم. سلاح گرفتم، خطا بود میدونم. باز به نوربانو دادم. خطای کلانتر شد. بله، این یراق پیش از این در 2 جنایت استفاده شده است. این چنین هنگام ترکشی کنسولگری. فهمو البته گناه داری اما چندان وسیع نیست. با وجود و پروکراتور خبر دادنمان ضرور است. خود کرده را دوا نیست. باید جزایم را بینم. این باران کی است میدانی؟ با گمان ما اولش را او کشته است. رئیس اولش بود. اولش در مکتب چیکار میکرد؟ همه وقت با دانشجویان سرکار داشت، خصوصا با دانشجویان فقیر، نفرانی که در اویلشان مشکلات دارند. مرا هم به حالم نگذاشت. کار اینها همین است. اول نفرانی را میکوبند که در اویلشان مشکلات مادی دارند. انمی خیل گرسنه نان خواب میبیند. میگویند که طبقه بورژوازی از بین میرود. هممون برابر زندگی میکنیم. باز یک گله گپ دیگر. هدف اصلی این تشکیلات ها بر روحیه جوانان تاثیر رساندن است. آنها با همین راه هدفهای اصلی خود را میخواهند عملی گردانند.
و بعد برای مقصدهای ناپاک خود استفاده میبرند، مثل رابط میکنند. این دولت حق ندارد که از تو پول گیرد. تو حق داری که خونی. این دولت همه رو برابر نگاه کردنش لازم. همه میدیم. من چرا ندیم؟ تو برای چی دادی؟ بیا مرامان، با بچه ها گپ زدیم، پول جمع کردیم، پولی تو رو میسپاریم. تمام. نه برادر، هرگز نمیگیرم. از یگان جو یافته میسپارم. از کجا میابی؟ دیوانه نشو. بهترش بگو برای تو تظاهرات میکنیم. دانشگاه رو با پا میخیزانیم. ما از دانشگاه پیش کردن دوستمون رو تحمل کردن نمیتوانیم. چی خیلی که نباشد تو دادر اکی باران هستی. با من باران مگو ماهیر. چی خیلی که است؟ فایدهش به خودش نمیرسد. خدا حافظ. فردا خواهی فهمید که غیر ما دوست نداری. نه. خیری تو با کس مثل شیرش میچسبی. رفت کمی سیر و گشت کن. با سردار نجیب مرا سیر و گشت میکنند. گویا که خیلی میخواهم از پشت گشتن. من فرمان را اجرا میکنم. اگر تو از پسم آیی بدبختی ها از پسی من میآیند. تا فرمان ناید از من خلاصی نمییابی. میبینم که در حقیقت خلاصی ندارم. خیری نباشد بیفایده نشینه، بیا با من کمک کن. انا اینها رو گیرو در اتاق نسخه برداری برای انتظار شب حاضر می آیم. یا خدا، همینش کم بود. اکنون خدمتگار هم شدیم. کلید دستگاه نسخه برداری رو به من نمیدهید؟ خودم میکشویم را نخور. نه زحمت نکشید، خودم میکشویم. مایلش مرحمت برای کار. تشکر. باز آمدی؟ پدریاریم کن. در رو. تو هم نداری؟ یعنی تو هم ضرورت داری؟ کسی رو که زنگ زدم همه ضرورت دارن. مایلش ببخش، ناراحت کرد. میگویم نمیفهمی. چخل نیست. در یگان کنج 3 تمگه هم نیست بگر دیگر به این جهان نمی آیم. حتی رویم رو هم نمی بینید. وعده می دیم. حیوان. حتی انگیز را حکومت شهر تقسیم میکنند. نگاه کن، دادرت را از دانشگاه پیش میکنم. در خانه مادرت بیمار خواب است و جای که تو به ما یاری کنی از ما پول میپرسی. من چه کار دارم؟ متین، تو جوره پوره نداری؟ کمتر قرض گیر. اکا رو بینیده از دادرش مدد میپرسد. اکا هم میشدی به من یاردم میکردی. فرزند میشدی مادری بیمارم رو نگاه میکردی. پدرم رو گوش میکردی. چه خیلی آدم هستی تو؟ وقت شاید میبینیم چی کار میکنی. تماشابینان محترم، شکلی که همکارمان رانو توپال میگوید وقتی فاش کردن تشکیلات تروریستی رسیده است. رانو توپال امروز با همکارمان هادی مرد صحبت میکند. در حقیقت چند مدت است که ما اوید شدن گیری این مسئله گفتگو را ادامه میدهیم. از طبقه های بالایی این تشکیلات سیاسی زنی لعنتی، این بلا را تو به سرم آوردی. از تو قصاصم را نگیرم، مرا باران نگویند. یک طرف استا. دادا
هیچ گپ هیچ گپ حیوان вай боронро чап гирифтааст агар озод гардад агар омода боз ягон кор кунад чӣ рост мегӯӣ хайрӣ бо ту ман аз хатар эминам ташаккур ман дар ин ҷо бошам ту натарс ба ту наздик намешавад чӣ гап аст рано кушо дарро хандаовар нест магар кушо мегӯям кушо саҳифаҳо дутарафашаванд хайрӣ вақте ки ту аз ин дар мебароӣ ман аз ту хеле дур мешавам хайр рано дарро кушо рано чӣ кор мекунӣ кушо мегӯям рано дарро кушо сардорам шунидед акнун полисҳо пеш аз амалиёт бояд ҳатман зере пироҳан яъне ҷавшан пӯшанд ҷавшан гуфтӣ аҳа ростӣ ин гап аз куҷо баромад ба худо дар зиндагӣ ду чиз галстук ва ҷавшанро дӯст надорам ман намедонам амр аз боло омадааст ростӣ ҷавшан ба шумо бисёртар мезебад сардорам лаббай ҳеҷ чиз нест сардорам ман фақат фикрамро гуфтам чӣ шуд хайрӣ сардор раъно маро маҳкам кард дар куҷо маҳкам кард дар отоқи нусхабардорӣ худоё ин чӣ гап бояд ман ҳама масъалаҳоро ба ҷои шумо ҳал кунам раъно хайриро дар отоқи нусхабардорӣ маҳкам карда рафтааст чӣ мешавад акнун бабахшед фақат маро нагӯед сардорам ман ба китобхона меравам ту китобхона нашавад ба футбол меравам вай ҳам нашавад албатта ба машқи варзиш меравам бас кун рафта бин ворон ҳоло дар озодист агар апаи ҳунерат имшаб хӯроки болаззати лӯбёгӣ намепӯхт ман мерафтам рафтан насиби ту будааст хуб шуда сардорам рано танҳо туро бо ақл мегуфтем туро ҳам аз даст додем чӣ шуд рано хайрӣ дар куҷост наметобад акнун хайрӣ нест дар утоқ худашро маҳкам карда ба фикр фурӯ рафтааст ва бо касе гап задан намехоҳад худоҳофиз худоҳофиз алло ту чӣ кор кардӣ рано дар ҳамон ҷо ист то омадани ман йигир ман чӣ талабаи мактаб ҳастам агар ғам нахӯр худамро муҳофизат карда метавонам намешавад рано нигоҳ кун борон алло худоё мавҷ гум мешавад намешунавам ай худо шаб бахайр шаб бахайр тамошобинони муҳтарам имшаб дар барнома чихел бурида шудани сари як хабарнигорро тамошо мекунед инак хабарнигор инак силоҳ агар ин силоҳ барои ягон ҷинояти дигар истифода шуда бошад боз ҳам хубтар аст чаро мешитобӣ зебо якам аввал қасдамонро гирем ҷавоб те охир ҷавоб те боз то ними шаб бо ту овора нашавем ба телефон ҷавоб де یا خدایا
چقدر پولی که داری برار شاید تو رو زنده میمانم. زودتر باش، زودتر باش، تیلا میخوابی مگر؟ یگید خوب هستی؟ خوبه این دستپانه ها زیبی دستشون این آدمان است. اکنون دلم آرام گرفت. راه گرد. دلم نمیخواهد پسرم، مجبور مادر جان، نکن. شوربای گرم است. آخر خیلی باز شرم ضعیف نشسته شده. از من پول میپرسن. انصافش رو خدا تشکر. گرفته است. امروز در دانشگاه یکی از رفیقان اکم به نزدم آمد. پولی دانشگاهی تو را میسپاریم میگوید. گوش کن، اگر یک تنگه آن تشکیلات سیاهکار را گیری تو را هیچگاه نمیبخشم. آنها نیتی خوب دارند دادا. لازم باشد تظاهرات میکنیم. تو را از دانشگاه پیش نمیکنم گفت. تو هم با آنها باور کردی. دیدی که به دست سنگ میدهند و پلیس ها را زن میگویند. آخر من چیکار کنم دادا؟ التجا کردم تو پگو فرصت دیان. وگرنه از دانشگاه پیش میکنم. نترس، من پگاه کاری کرده ایلاجش را میابم. با آنها همکاری نکن. تو پول را از کجا میابی؟ پگاه خود را با دست گرفته به نزد رئیس میدارایم. مثلا همین خیل میگویم، باقی موندهش به دست خدا. شکر به خدایی که تو را به من داده است. نعمت است این نعمت. یک ماه بزمینم را خوردی، انا به تو لوبیا. همه خوراکای اوچه هم با مزه است. نگاه کن، یادگیر. چکل میکنن، چکل میپزند. هنر زن از آش پلو معلوم می شود. در اینجا هنر دو معنا دارد. با دقت شو. دادا شما خوردن یه پلاو رو بسیار ناز میبینید. پسرم خوب گوش کن. پلاو این چالاب نیست. چکل گویم یک فلسفه است. نجیبیزم. نجیبیزم گفتی؟ بوز چی؟ خوش نگاه کن. متین علی فیاض، کشتی سمید، پرنده، کوک پلاو، چالاب، اینها سه چیزی هم که از هم دیگر جدا نمیشوند. یه بادرینگ شور نیست؟ فراموش کردیم اگر؟ به خدا فراموش کردم. بادرینگ شور گفتی یگید زنگ میزند. جواب نمیدیم. این مراتب هیچ کس بین من و لوبیا در آمده نمیتواند. نجیب ممکن ضرور باشد. چی شد باز؟ گروه یک مشقپیدی که به وقتی لوبیای من راست آمد. هیچ چیز نه، کمتر پس می آیم. خدایا می روی؟ تو بازدید. تا دیدن دادا. با دادم دیلم میسوزد. جناب مهمانمان آمد.
یعنی امرها را از آقای کبوتر میگیرید. کی است این آقای کبوتری شما؟ به خدا بسیار معلومات ندارم. نام اساسیش رو حتی نمیدونم. یگانه چیزی که میدونم آدمی بقوت است. از نام تشکیلات به او خبر میرسانیم. باز دیگر تشکیلات ها رو هم استفاده میکند. چپ و راست فرق نمیکند. مواد مخدر، سلاح، فحش. این آدم به همه چیز دست داده است. سردارم به فکرم تشکیل کننده گروه های جنایتکاری خودی وی است. از این هم بهتر. آنها مثل دولت در دولتند. از وی بالاتر است؟ هست میگویند لیکن من ندیدم. هست سردارم، بله هست. اینها همین خیل عادت دارند. سگ همیشه از پی سگ می رود. سلام آقا، خوش آمدید. خوش نیستم آقای کبوتر. کرمهای میده میده را میشورانند. غم مخورید آقا، هر کار یک علاج دارد. میترسم که این کار را کردن نمیتوانی. وای بچه به دست پلیس افتیده است. نامی تو را گرفتنش ممکن. تو را با پلیس دهد میدانی چیکار میشود؟ نامی من 9 انگشته نه و 8 انگشته میشود. کله تو و یک انگشتی من به باد میرود. فهمیدم آقا، خواطر نشوید. این یک دو پلیس بر ضد ما چیکار کرده میتوانند. اگر تو از عهده‌اش نبرایی، من آدمانی لیاقتمندی را میشناسم که این کار را از تو خوبتر میکنم. آقا پگاه در تلویزیون رویدادهای عجیبی را دیده خیلی خرسند میشوید. امکانیت آخرین را به تو میدهم. عاقبت گنرال هایی که جنگ را بای میدهند چی میشود خوب بدانی. به شما قول میدهم این کار نمیشود. نجیب بچه ها رو به کجا میبری؟ جزایشان را دادنی. دادا وقتی که شما همیشه گپ میزنید به سر ما یگون چیز میآید. به همین هم به سرتان همه چیز آمده است. دادا یگون چیزی بد نبوده گیستان؟ من غیر در مکتب با سلاح تیر پراندن دیگر هیچ چیزی بدی نمیدانم. از پشتم بیایید. به کودک ها جزای سخت دیهی. به خدا تو را به خونه راه نمیدیم. وعده نمیدیم. نشود در ماشین میخوابم. کنی رفتیم. چمر بیا. بیا گیر. بیا. آن خور مایده. دادر آمتین. چرا غمگین مینمایی؟ البته غمگینم. امروز مرا از دانشگاه پیش میکنن. برای پول رو سپاریدن تا نصف روزی وقت دارم. هیچ کس رو پیش نمیکند. غم نخور. امروز دانشگاه رو بر سرش چپه میکنیم. این ماهر اینجا برای چی اومده باشد؟ او بی‌بلا نیست. چقدر زیاد باشند هم دستگیر کردنشان مشکل نیست. متین نیست مگر؟ بله او دادری برون است. بیا برادر با ما یک جا شو. همه چیزمان را تقسیم میکنیم. یک کس برای همه برای یک کس. تشکری زیاد، لیکن من با شما نمیروم. کم ترک ماند. انا میبینید که متین در صف پیش تظاهرات خواهد شد. رفتیم، کارها خیلی زیادند. بیا کنی بینیم اینها چی نغمه میکنن. رفتیم.
бачаҳо, имрӯз рӯзи муҳим аст. то имрӯз дар ягон донишгоҳ чунин тазоҳуроти калон накарданд. номамон дар таърихи инқилоб мемонад. рафиқ моҳир, маъводҳо ҳанӯз нарасидаанд. ҳозир меоранд. мо куҷо меравем? биё. намедонам онҳо ба куҷо рафтанд. кани биё ба ин тараф равем. хомӯш, ба қафо нигоҳ кун. кани биё. бина, ман чанд бал гирифтам? ман 90 бал гирифтам. кани ту? эҳтиёт кунӣ, намешавад. чӣ шуда ошдо, ё он гап дорӣ? не, ҳеҷ чиз нашудааст. ҳамааш хуб. биё рафтем бинем ки ба куҷо рафтанд. ист, хомӯш. майлаш фаҳмо. хуб шудааст. худоҳофиз. шумо чӣ кор доред? گفتم که دخترم من مشکلاتی دارم. ҳозир вақти ин гапҳо нест. раис наметавонад, дар маҷлис аст. як меҳмони олиқадр дорад. هیچ گپ نه، من انتظار بشوم. худоё, шумо гапро намефаҳмед. кор дорад мегӯям. مایلش، من انتظار بشوم. اگر مسئله مهم نمیشد شما را ناراحت نمیکردم. чӣ коре ки мехоҳед кардан гиред. илтимос, ба ман боз 1-2 соат фурсат диҳед? ба худо ман ҳамин қадар метавонам. боз ним соат вақт дорӣ. чеки пулат омад, наомад, ман ҳеҷ кор карда наметавонам. зудтар падар, зудтар. худоё, мӯъҷизае нишон деҳ ки ин пулро супорам. تشکر خانم نوین. نمیارزد. جناب آرخان، ببخشید که ناراحت میکنم. باز چی میخوای آقای احسان؟ پسری من پول دانشگاه را نداده است. از دانشگاه پیش میکنم. باز پول لازم است. من بانک هستم اگر آقای احسان. زنم کسل است، کمی قرض دهید، چی گپ است؟ یک مرتبه دیگر یاری میکردید. آینده پسرم از همین پول وابسته. یک مرتبه مهربانی برای 3 تنگ آینده متین سیاه می شود. دیگر تکرار نمی شود. وعده می دهم. حاضر مهمون دارم. بعد می بینیم. رفتیم خانم نوین. می بینید با چی کارها مشغولیم. هرچند حرکت کردم نشد پسرم. مرا ببخش. вазъият мубрам аст. онҳо ба тазоҳурот тайёрӣ мебинанд. рафиқон, тазоҳуротро аз роҳрав оғоз мекунем. баъд қаҳвахонаро ишғол мекунем ва доду фарёдзанон ба ҳавлӣ мебароем. дар он ҷо сад месозем. имрӯз рафиқон рӯзи мурдан аст. роҳи баргаштан ба қафо нест. зиндабод муборизаи инқилобӣ. зиндабод муборизаи инқилобӣ. кист дар ин ҷо? дав доред онҳоро, доред. селаматиён адаве. حیدر، با آب چشم اینها نگاه نمیکنی.
گوشتشان هم استخوانشان هم است دوست. اینجاها یلت کند. دلی من نمیشود سردار. تو با این سخنه چی گفتن میخوایی؟ بر ضد پلیس میبرویی؟ خب سردار، مادام که این خیل باشد لطه و صابون را گرفته به کار سر میکنیم. دادا زندان نکرده بهتر بود. بسیار گپ نزن. یلت کند. فهمیدی؟ سردارم برای مجلس آماده ایم. شما را انتظاریم. چه خیلی الپرین بلا آور. سردارم اینها در اینجا چیکار میکنند؟ جزای گناهشان را میبینند. هر دش گناهگار است. فهمند گناهشان را. باز دلت نسوزه. گوش کنید، تازه کردن چنگ در و تیرزه ها را فراموش نکنید. افتاده رو لگد نمیزنند اکایگی. میبینید کو؟ آخر این جزای معموری است نوربانو، جزای معموری. تازه کنید. چی ساده؟ تازه کنید. سر کردیم بچه ها. آیسته بچه ها. داو با این طرف بیو تیز. بیا این سو. زود با که نجیب خبر دادن کن. بچه ها این کار شوخی ندارد. خوانند به دولت خدمت کنند گفته پدر و مادرشان عذاب کشیده آنها را به دانشگاه روان میکنند. ما دقت نکنیم این بیچاره ها تومه هدفی سیاهکاران میگردند. اینها جوانند نمیفهمند. برای همین ما چشمانشان را باید کشاییم و تشکیلات ها اجازت ندیم که نفس کشند. دیگر کسی به دست آنها باید نیفتد. سردارم اکنون در دستمان دلیل خیلی زیاد است. کار را شروع کنیم هم می شود. هم دانشجویان را و هم آیله هایشان را آگاه نماییم. اگر لازم شود با ریاست دانشگاه علاقه کرده نقشهشان را برباد دهیم. گفته هایت به شبه مهم است، اما کار تنها با این تمام نمی شود. معنی گفته های تو در اینجا درد شدم. مسئله ترور خیلی مبهم و مشکل است. جلوش در دست کیست معلوم نیست. بیچاره دانشجویان به جایی که دکتر، مهندس، معلم شوند از دست این ظالمان نابود شده می روند. بله چی می گفتیم؟ الحال جواب نمیدهد. میرویم. تیز زود احتیاط کن. اما که احسان چی شد؟ چی گپ شد؟ اما که احسان نه خوبم. کمی سرم چرسد. همه از پسی کار. بیمار باشه خانه رفته دم گیر. نه کار میکنم. بعضا همین خیلی میشم. اختیار بد. آقای احسان رئیس شما رو جه میزنم. یا خدا چی شد دخترم؟ نخود که از کار پیش کنم. و من چی فرق دارم؟ از کجا میدونم چرا جه میزنم؟ رفته مایلش روح گرده. آمدم بیا رئیس آقای احسان آمد. گوی دروید. مرحمت دروید. تو دردی سری من شدی کو؟ من با تو چیکار کنم؟ وای زنکیس میدونی؟ آینده فابریکه ما مثل راهزنها پیش راه رو میگیری. پسرم را اینش نیست ویش نیست. ببخشید رئیس. خرجش چقدر است؟ 450 لیره. چی؟ قریب برابری معاش خودت. محاسب را پرسیدم به این هم 2 معاش قرض داری؟ یک مهربانی کنید. خدا نگهبانتون باشد.
майлаш ба муосиботаро гӯй медиҳанд. чӣ кор мекунӣ? ҳамсини падарам ҳастӣ. ин хел накун. خدا از شما راضی شود خاک گیرت زر گردد با مراد و مقصدتان رسید. майлаш рав пулро гирифта коратро бин. سلامت باشید. زودتر بیا پدر، زودتر، التماس. акнун биёятам фоида надорад. аз ман ҳамин қадар бубахш. дигар ҳеҷ кор карда наметавонам. چی خیر؟ یعنی مرا از دانشگاه خارج کردید؟ аз дастам ҳар чӣ ки омад кардам. мутаассифона барои хориҷ карданат гузоришро ба раёсат равон мекунам. همه از پسی کار، از پسی کار. پولاداد جناب ارحم پولاداد انا رئیس پولاداد انا نگاه کن نگاه کن. آفرین به تو اکای احسان. مثل تو بر این پدر را فرزند باید بالای سرش گرفته گردد. زود با پسرم رسانم. 4 سال عمرم رو به این دانشگاه دادم. همین خیلی آسان مرا پیش میکنه. چیکار کنیم؟ ما فرمان رو اطاعت میکنیم. حاضر اطاعت میکنم فرمانتان را. پدری من فابریکه ندارد. او برای مرا خواندن چقدر عذاب کشیده است. میدونید من خواندن میخوام. میفهمید؟ بیا برادر آرام باش یگان علاج میکنیم. مرومان پا گفتن آسان از دانشگاه تو را پیش نکردن. آرام باش متین. بیا من خواندن میخوام. میفهمی خواندن؟ بیا رفتیم غلطی‌ها را داشته نتوانستیم. هیچ گپ نه. کنی بچه‌ها خودتان را نشان دهید. با مقابل فاشیسم مبارزه به امان میبریم برای انقلاب. رفتیم بچه‌ها رفتیم. من به آنها نشان میدیم. آرام باش سر دهید مرا. با پیش برادران با پیش. کنی گوش شو از اونجا. بیا همراهی ما برادر بیا. رفته. زنده باد انقلاب زنده باد انقلاب زنده باد فاشیستا بلاموسا بیشرفها. زود باش یوسف اکای نجیب رو یاب اینجا قیامت قایم می شود. من دیگر نمیتوانم. این خیلش رو ندیده بودم بسیار بامزه بوده است. من 3 تا خوردم. نوشی جان شما خوردن گیرید من خودم تازه میکنم. این خودش چی گپ؟ بچه‌هایی که جذاب اینند اینها ضیافت میخورن. اینها را کی خرید؟ شما خریدید سردار. کنی من هم کمی خورم. دادا کسی بسیار خورد فربه می شود. نه من خرابم. اکای نجیب زود بیایید. چی گپ شد یوسف؟ دانشگاه نهورا تظاهرات کلان زود آمدنتون در کن. ملش شما با آنها همراه نشوید. در یک جای بی خطر استید. بفرمایید. قهوه دارید؟ مرحمت. ایسته شما رو چیکار کرده ایستاده؟ ایستا چرا رو میزنی نزد؟ در دانشگاه ظلم فاشیستا رو با آخر میرسانیم. با ما بیایید بچه ها با ما. خیز برادر خیز اینجا بشین. احوالا چی احوالا؟ بیا میرویم ما به حالت رو رفتیم.
پلیس‌ها یاری تجهیزی آتش نشانی همه به دانشگاه روند. لازم شود گروه‌های احتیاطی هم آماده شود. Her şey önce yüce vatan içindedir. Rafting. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık. پادر ایسته پادر شما در اینجا چیکار میکنید؟ تو در بین اینها چیکار میکنی؟ نگاه کن من پول آوردم دیر شد پادر خیلی دیر شد مراسمشگاه پیش کردم پادر در بیرون به حزم شروع شد. شرف سرخ را مانده این چیز لعنتی را میپوشم. من به تو قایل آقای کبوتر. بیام سرم رفتم پولم شاید تو رو برقرار کنم رفتم این رو حالش تمام شد نمیگانی همش تمام شد دیگر دانشگاه نیست سردارم یک روی نکنید جفشان را پوشید. در آنجا دانشجویانم نه راهزنها. لازم نیست. حالان گذار 4 سال را دزدیدن و فایده آنها ماند. جواب 4 سال خارج را کی نمیاد؟ کی؟ جواکه هم چرا نمیبیند مکانی؟ ماهیر چرا مایلانش؟ این پلیس ها بیهوده جوانان بیگناه را تیرباران میکنند. چقدر بیرحم و قاتلند آقای مامور ما چیکار کنیم؟ کجا رویم؟ شما برای چی در اینجایید؟ شما هم روید؟ هیچ چیز این چه خیلی پلیس؟ پلیس هم ترابوریان هاست پلیس رو هم زنه
آرام باشد. بگید در اینجا چیکار؟ رانا احتیاط باش. باز به درون بلون نداری. این تظاهرات عادی دانشجویان نیست. حادثه عادی باشد هم خبر خیلی عادی می شود. رانا احتیاط کن. با تفارت. حاضر باشد پلیس با تمام قوه با تظاهراتیان مبارزه شدید میبرد. این رو پراند یا پدرش نسبت پلیس متین رو پراند یا پدرش سردارم ببینید وای پرونده نیست. ایستا نفران پدر تو ابله پلیس باشی پس من کیم؟ تماشابینان محترم حاضر پلیس پیرمرد رو پران. یاری ده پدر مرا تنها نگذار. نزد دانشگاه گروه احتیاطی را روان کنید. حاضر در جای حادثه پلیس ها اومدند. نزد دانشگاه گروه احتیاطی را روان کنید. دانشگاه پیش نمیکنم. یاری ده پدرم میمونم دکتر جر زده. چی پراندی؟ چرا میگویزی؟ فهمیدم این شغال است که لباس پلیس را پوشیده است. ایستا نگویز. ایستا بلا سنت رها کردیم. یاری ده پدرم میبرد. والده که میخوام من مرام هم میخوانی. پدر شما یک گپ نزنید. زنده میمونید زنده. وعده میدیم پدر دانشگاه رو تمام میکنم. پدر چشمانتون رو بشوید. پدر التماس نمونید. پدرم مرد. نامردها پدرم را کشته. آرام شوید. آرام شوید. حامیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان،
مهندس ثبت آواز و تنظیم